در کالج طبی شهر خوجند بخشیده به اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و روز پرزیدنت کنفرانس علمی عملی تحت عنوان نقش اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در تحکیم صلح و به همایی در تاجیکستان تشکیل و برگزار گردید. چهاربینی با اشتراک وسیع نمایندگان مقامات اجرایی حاکم دولتی شهر خوجند، زیایان و حقوقشناسان، آموزگاران و دانشجویان صورت گرفت. اشتراکچیان با احساس افتخار بی‌پایان و شکرگزاری تاکید نمودند که سعی و تلاش‌های بی‌نظیر پیشوای معظم ملت محترم امامی رحمان در راه بنیاد صلح و دولت‌سازی ملی از اجلاس 16 شورای عالی تقدیرساز منشأ می‌گیرد. شرکت‌داران کنفرانس محمد سلیم حییتوف، نماینده کمیته حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در شهر خوجند، در موضوع اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان زمینه صلح تاجیکان، معروف جان رستمزاده سودی شهر خوجند تحت عنوان امام علی رحمان معمار صلح و وحدت، رستم یولداشев دیرکتور آثارخانه دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی باوجان غفورov در موضوع اهمیت تاریخی اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان، فردوس فخرالدین‌زاده معاون رئیس اتفاق جوانان تاجیکستان در ولایت سوق در موضوع 30 سال سازندگی جوانان با پیشوای ملت و دیگران معروضه‌های جالب نمودند. تاکید کرده شد که در آن وضعیت خیلی مرکب، نااستوار و محیط بحث برانگیز و مخالفت‌آمیز قوای سیاسی نه هر کس برای مسئولیت راهبری یک کشور جنگ زده و خراب گردیده و در بحران اقتصادی و مالیوی فرو رفته را به دوش گرفتن می‌خواست. جسارت، دلاوری و مردانگی، غرور و ننگ و ناموس ملی در ضمیر وکیل مردمی محترم امام علی رحمان امکان داد که نمایندگان اهالی کشور به طرفداری او برای انتخاب به منصب رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان آواز دهند. زیرا موقع محترم امام علی رحمان همچون یک فرد تجربه‌دار با لیاقت و با استعداد، سیاستمدار و تشبثکار و راهنمای زندگی خیلی واضح و روشن عیان گردید. انتخاب این شخصیت فرزانه به مقام عالی راهبری گردش کلی را در حیاط سیاسی اجتماعی مملکت به وجود آورد. بعد تأسیس حکومت نو تصمیم گرفته شد که هرچی زودتر ساختارهای دولتی فعالیت خود را در پایتخت کشور آغاز کنند. سرچشمه این همه دستاورد و پیشروی‌ها انتخاب درست وکیلان اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان میباشد. بیشک خدمت‌های این مرد بزرگ برای دولت و مردم تاجیکستان بیشمارند، ولی مهمترین آنها بازگردانی صلح و آرامی به کشور، سرجم نمودن ملت و بنیاد گذاشتن دولت است.